خیلیا نمیدونن ولی یه اتفاق مهم تاریخی پشت اسم بندر عباس و روز خلیج فارس هست. یه زمانی جنوب ایران مخصوصا جزیره هرمز دست پرتغالی ها بود. سالها اونجا رو اشغال کرده بودن تا اینکه شاه عباس تصمیم گرفت بساطشون رو جمع کنه. یه فرمانده باهوش و شجاع به اسم امام قلی خان رو فرستاد تا کار رو تموم کنه. سال 1622 میلادی با کمک ناوگان دریایی قلعه پرتغالیا تو هرمز فتح شد. پرتغالیا از خلیج فارس بیرون رفتن و ایران دوباره صاحب جنوب خودش شد. بعد از اون پیروزی اسم بندر گمبرون رو به افتخار شاه عباس گذاشتن بندر عباس و حالا 10 اردیبهشت سال روز اون پیروزی بزرگه، روزی که تو تقویم رسمی ایران شده روز ملی خلیج فارس. یادآور این حقیقت که این خلیج همیشه فارس بوده، هست و خواهد بود. اگه تو هم به تاریخ ایران افتخار میکنی این ویدیو رو لایک کن و کامنت بذار خلیج همیشه فارس و بفرست برای هر کسی که باید اینو بدونه. اگه دوست داری هر روز چیزای جدید از تاریخ کشورت بدونی پیج تاریخ پارسی رو فالو کن.